بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از اسامه ابن زید رضی الله عنهما روایت شده از شماره حدیث در کتاب بخاری 1284 می باشد. اسامه ابن زید شخصی بودند که در نزد پیامبر محبوب بودند و پدرشان نیز محبوب زید محبوبی دیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. حدیث روایت میگویند که دختری پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که فرزندش نزدیک می شود که وفات بکند، لحظه های مرگش بود، نیبری پیامبر به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی رو میفرستد که تا که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مصیبتش پدری عزیزش حاضر باشند. سپس این مرد به نزد پیامبر می آید، میگوید دخترتون بر شما سلام میگوید و آن فرزندی که دارد لحظه های مرگش است شما را میخواهد که به نزد او حاضر شوید. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم که مشغول بودند میگویند که این لله ما اخذ و له ما اعطى. البته همه ملک الله است، هر چی که خواهد میگیرد از بندگانش و چی که خواهد میدهد. هر یک شخص موت سرنوشتی معین دارد که اجلش در آنجا گرفته می شود. پس میگویند که بگو تا که صبر پیشه بکند و اجر این مصیبتش را از الله انتظار شود. ببینید بهترین کلمه که وقت بعضی شخص ها به مصیبت ها گرفتار می شوند اما صبر می کنند اما اجرش را از الله انتظار نمی شوند که بیفایده است. ما باید در وقت های مصیبت و در حد همه طاعت صبر پیشه بکنیم و اجرش را از الله انتظار شویم. سپس دوباره دخترشان باز به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی رو میفرستد که تا که پیامبر صلی الله علیه و سلم حاضر شوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با همراهی سعد ابن عباده، معاذ ابن جبل و ابی ابن کعب و زید ابن ثابت و بعضی از مردها به نزد دخترشان رفتند. سپس این کودک را دیدند که در حالی که نفس چقور میکشد و آخرین لحظه های نفسش میباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به آغوششان میگیرند و اشکهای چشمشان ریزان میشود. سپس سعد ابن عباده میگویند که ای رسول خدا، برای چی شما گریه میکنید؟ آیا گریه کردن من نیست؟ پیامبر که صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین هستند میگویند که این گریه، این اشک رحمتی است که الله بر قلبهای بنده های مؤمنش جای کرده است که وقتی که یک مصیبت زده را میبیند اشک چشمش به اختیار میریزد. انما یرحمهم الله من عباده الرحماء. الله میگوید، پیامبر میگوید که هر کسی که رحم دل است، نرم دل است، با مردم شفقت و رحمت میورزد، الله چنان بندگانش را رحم میکند. در حقیقت خشکی چشم از خشکی دل میباشد. باید ما شخصایی که مصیبت زدند به آنها بگویم که صبر پیشه بکن و اجرش را از الله انتظار باش. در حقیقت ما اگر تمام حیاتمون رو و آنچه که در سرنوشت ما هست اگر ما صبر پیشه کنیم و اجرش را از الله انتظار شویم، بیشک به ثواب و اجر و پاداشی به پایان سزاوار می شویم. در این حدیث دیده می شود که باید ما شخصای مصیبت زده را تسلیه بدهیم. این لله ما اخذ و له ما اعطى و کل
و کل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ما بگم اصبر ولتحتسب، صبر پیشه کن ای برادرم. پدرت از این دنیا رفته باشد، یا مادرت یا برادرت یا خواهرت یا برادرت زندانی شد، صبر پیشه بکن و اجرش رو از الله انتظار شو. در حقیقت ما با برادر ما قوت میبخشیم. اگر شما که مثلا مصیبت دیدید، پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام فرزندانشان در قید حیات بودن، همه اش رفت مگرم که فاطمه نیست بعد 6 ماهی وفات پیامبر وفات کردن. این پیامبر صلی الله علیه و سلم مصیبت خودشان یتیم بزرگ شدن. وقتی که در شکم مادر بودن پدرشان وفات کرد، وقتی که 6 ساله بودن مادرشان وفات کرد. مصیبت از وطن بی وطن شدند و در راه دین بسیار طعنه و آزارها دیدند، اما پیامبر صبر پیشه کردند و اجرش رو از با الله انتظار بدند. ما نیز شخصای مصیبت زده رو به صبر دعوت بکنیم و خدا ما نیز صبر پیشه بکنیم. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.